سلام و عرض احترام خدمت دانش آموزای عزیزم. امیدوارم که سال تحصیلی جدید رو به خوبی شروع کرده باشین و تا این مقطع از سال درساتون به خوبی پیش رفته باشه. من علی ساغری هستم و علیرغم تدریس فصلهای دیگه زیست شناسی مثل گوارش و مانند اینا به دلیل استقبالی که از چنل شد تصمیم بر این گرفتیم که قسمت‌های مهم فصل 1 کتاب زیست شناسی دهم رو هم خدمت شما تدریس کنیم. پیش از شروع تدریس از شما خواهش میکنیم که چنل آپارات بیو ساغری و همچنین چنل یوتیوب بیو ساغری رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید. زنگوله مربوط به اعلانای چنل رو هم فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید بتونید به اون دسترسی داشته باشید. اما فصل 1 کتاب زیست شناسی، علیرغم اینکه این فصل شاید تست مستقیم نداشته باشه ولی پایه و اساس و به نوعی نبض زیست شناسیه و در واقع من دیدم که دانش آموزای 12می از فصل اول خیلی استقبال کردن، 11می از تدریس دستگاه عصبی خیلی استقبال کردن. این انگیزه شد تا ما تدریس رو از سر بگیریم. خب دیگه معرفی کردم بسه و بپردازیم به متن کتاب. گفتار 2 کتاب زیست شناسی دهم فصل 1 گستره حیات. تعریف حیات بسیار دشوار است و شاید غیر ممکن باشد. در علم زیست شناسی به جای حیات ویژگی‌های اون یا ویژگی جانداران رو بررسی می‌کنیم. گستره حیات زمینی از یاخته شروع می‌شود و به زیستگوره پایان می‌یابد. سطوح حیات که میگه از یاخته شروع میشه و به زیستگوره پایان می‌یابه و با هم دیگه دقیق بررسی می‌کنیم. اما این که گفته جانداران، خب حالا خودتون میدونید که ما 5 گروه اصلی جانداره زندمون تقسیم میشن. باکتری ها، البته اینو خیلی بهتر از ما 12می ها میدونن. باکتری ها، حالا تو بهترم من بنویس. گیاهان، جانوران، آغازیان و چی مونه اگه گفتی قارچ ها. خب حالا بچه ها هر کدوم اینا ممکنه تفاوت های خودشون رو داشته باشن، خب و در واقع ممکنه با هم دیگه تفاوت هایی داشته باشن، اما از نظر برخی ویژگی ها با هم دیگه مشترکن. این 4 گروه، گیاه، جانور، آغازی و قارچ رو بهش میگن یوکاریوت. اگه 12هم باشی کامل متوجه هستی چی میگم. و باکتری و سیانو باکتری رو بهش میگن پروکاریوت. آقا ساغری ما 12می نیستیم، میشه یه توضیح بدی پروکاریوت و یوکاریوت چیه؟ فعلا به عنوان یه دانش آموز 10می بدون یوکاریوت یعنی جاندارانی که ماده ژنتیک اونها تو قشای هسته محصور شده. پروکاریوت هسته ندارن و قشای یاخته اون ماده ژنتیکشون رو محصور نکرده. خب میگه جانداران همشون این 7 ویژگی زیر رو با هم دیگه دارن. نظم و ترتیب یکی از ویژگی‌های جالب حیات سطوح سازمانیابی اون است. همه جانداران سطحی از سازمانیابی رو دارن و منظمن. مثلا جانداران پرسلولی همشون یاخته و دارن، بافت و دارن، اندام‌های مختلف و دارن. حاصل به هم پیوستن اندام‌های مختلفشون میشه دستگاه‌های مختلف بدنشون رو تشکیل میده و خلاصه از این طریق ما جانداران مختلف رو داریم. همیستایی یا هومئوستازی. محیط جانداران همواره در حال تغییر است، اما جاندار میتواند وضع درونی پیکر خود را در محدوده ثابتی نگه داره. مثلا وقتی سدیم خون افزایش پیدا میکنه دفع اون از طریق ادرار زیاد میشه. مجموع اعمالی که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام میشود بهش میگن هومئوستازی. آقا یه چیزی ما داریم میگیم که مثلا سدیم خون زیاد بشه، مثلا خون بیش از اندازه اگر اسیدی باشه کلیه ها میان اون یون هاش مثبت رو بیشتر از خون میگیرن و به ادرار دفع میکنن. یا مثلا اگر خون بازی باشه یون هایی که خاصیت بازی میدن و بیشتر به ادرار دفع میکنن. یه نکته رو همین الان داشته باش، آقا هم ایستایی یا هومئوستازی در مورد جانداران پرسلولی مطرحه. خب وقتی ما قراره که بیایم اون وضعیت درونی جاندار، اون مایع میان بافتی، مایع بین سلولی رو توی یه وضعیت پایداری نگه داریم،
خب نیازی به توضیح نیست که جاندار باید پرسلولی باشه، جاندار باید اجتماعی از سلول ها رو داشته باشه. همیستایی شامل اعمال گسترده ایه، مثلا تنظیم اسیدی و بازی، تنظیم نمک، شکر، میزان آب موجود در بدن، خیلی میشه راجبش صحبت کرد. بنابراین فقط محدود به نمک نیستش. رشد و نمو، آقا کدوم جانداری رو ما میتونیم ببینیم که رشد و نمو نداشته باشه؟ حقیقتا خب زیاده این اتفاق رشد و نمو، به خصوص اگه جاندار پرسلولی باشه. بچه ها من یه چیزی رو خدمت شما بگم، فکر میکنم دیگه اینجا رو بتونم پاک کنم به اندازه کافی. اگر نیاز بوده یادداشت برداری کنید زمان داشتید. ببینید بچه ها، خود متن کتابم میگه، منم بهتون میگم عزیزم، رشد خب یکی افزایش ابعاد مطرحه در موردش، یعنی یه معنی رشد افزایش ابعاد اندام یا سلول یا حالا هر ساختار دیگه ای هستش. خب یکی افزایش تعداد سلوله. ببینید بچه ها، اینو من همین الان براتون روشن کنم. سلولی مثل سلول ماهیچه‌ای رو در نظر داشته باشید. سلولای ماهیچه‌ای خب تقسیم نمیشن، حالا انواع سلول ماهیچه‌ای رو جلوتر میخونید. خب اینا تقسیم نمیشن عزیزم. خب پس چیکار کنیم؟ ابعادشونه که وقتی شما میری بدنسازی مکمل میزنی، کراتین و آمینو و گلوتامین و اینجور چیزا زیاد میشه، ابعادشون رشد میکنه. ولی یه موقع از افزایش تعداد رو داریم، مثلا شما ماشاءالله قدت که رشد میکنه، اون افزایش تعداد سلولای استخونی باعثش شده. بنابراین این دوتا رو با هم در نظر داشته باش. خب بریم متن رشد و نمو رو بخونیم. جانداران رشد و نمو میکنن. رشد به معنای بزرگ شدن و شامل افزایش برگشت ناپذیر ابعاد یا تعداد یاخته هاست. نمو به معنی عبور از مرحله به مرحله دیگر است. مثلا تشکیل گل در گیاه نمونه ای از نموه. یه چیزی بچه ها، فرض کنید من یه سلول گیاهی دارم، خب اینقدر به این سلول گیاهی آب میدم میشه اینقدر، دوباره این سلول گیاهی توی مثلا خشکی و اینا قرار میگیره میشه اینقدر. به نظر شما این تغییر ابعاد رشد حساب میشه؟ قطعا نه. رشد به معنی افزایش برگشت ناپذیره. پس یه نکته رو یادداشت کن، اگه 11 یا 12 هستی، تورژسانس رشد حساب نمی شود. تورژسانس نوعی رشد تلقی نمی شود عزیزم، اینو در نظر داشته باش. فرایند جذب و استفاده از انرژی. آقا شما وقتی میخوای بری بدنسازی، وقتی اصلا بدنسازی چیه؟ شما صبحونه میخوری که سر حال باشی سر کلاس یا محل کارت خوب کار کنی؟ خب اون تغذیه صبحونه برای چیه؟ برای اینکه انرژی تامین بشه دیگه، یعنی اون موادی مثل گلوکوز، قند، چربی و اینا جذب بدن بشه، سوخت بدن تو تامین کنه. خب متن فرایند جذب و استفاده از انرژی. جانداران انرژی میگیرن، از آن برای انجام فعالیت‌های زیستی خود استفاده میکنن و بخشی رو به صورت گرما از دست میدن. مثلا گنجشک غذا میخورد و از انرژی هم برای گرم کردن بدن و همچنین پرواز و جستجوی غذا استفاده میکنن. شما اگه برنامه نویس باشی و از اون انرژی غذا برای کدنویسی نیاز داری. خیلی دارم مثالای سختی میزنم، مثال ساده بزنم. شما همین نفس کشیدنت هم انرژی میخواد. شما هیچ کاری هم که نکنی، نه وزنه بلند کنی، نه پیاده روی کنی، نه فکر کنی، اینا همین فکر کردن انرژی میخواد، همین نفس کشیدن انرژی میخواد. تولید مثل. جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به وجود میآورند. یوز پلنگ همیشه از یوز پلنگ زاده میشود. نه بابا، یوز پلنگ من فکر کردم از ببر زاییده میشود. واقعا به دانشم اضافه شد بچه‌ها. اما بچه ها یه چیزی رو من برای دانش خودتون فعلا میگم، 11 کاملش رو میخونید. اونم این که ببین عزیزم، تولید مثل، خب اغلب موارد 2 تا والد توش شرکت دارن. اغلب موارد ما یه والد نر و ماده داریم، اما جاندارانی هستن که بهشون میگیم هرمافرودیت. ممکنه مثلا لقاح در بدن یه والد شکل بگیره، یا مثلا ما یه فرایند تولید مثلی داریم به نام بیکرزایی که توی زیست 11 خیلی در موردش میخونید. بنابراین از الان این ذهنیت رو داشته باشید که آقا قرار نیست توی یه تولید مثل ما فقط یه والد داشته باشیم. اینو از من فقط 2 تا والد، الزاما 2 تا والد داشته باشیم.
اینو از من داشته باشم. پاسخ به محیط، همه جانداران محرک‌های محیطی پاسخ میدن. مثلا ساقه گیاهان به سمت نور خم میشود. خب بله، حالا این یه مثال دیگه این که خود شما وقتی دستتون به جسم داغ برخورد میکنه سریعا میکشینش، اون محرک میشه اون داغی جسم، واکنشتون هم یا پاسختون هم میشه کشیدن دست. سازش با محیط، این ویژگی باعث میشه جمعیتی از جانداران با محیطی که در آن زندگی میکنن متناسب و در آن ماندگار باشن. مثلا گیاهانی که بومی مناطق خشک هستند برای حفظ آب برگ‌هایی با پوستک ضخیم دارن. مثال دیگر موهای سفید خرس قطبیه که به استتار این جاندار کمک میکنه. ما یه جانوری هم داریم به اسم برگ خزنده، حشره است. خب ولی نگاهش بکنی فکر میکنی برگه. این ویژگی کمک کرده تا مثلا از دست شکارچی‌ها خلاص بشه، استتار خوبی داشته باشه. همونطور که من بهتون گفتم سطوح حیات مختلف و گسترده‌اند و از ریزترین و ساده ترین یا پیچیده ترین سازماندهی شدن. کوچکترین واحد سازمان یا در واقع بهتون بگم ساده ترین واحد سازمانیابی حیات، ساده ترین سطح سازمانیابی حیات یاخته است. همه جانداران از یاخته تشکیل شدن. وقتی یاخته ها کنار همدیگه قرار میگیرن میشه بافت. آقا ساغری چه یاخته هایی؟ یاخته های همشکل و همکار. یعنی مجموعه یاخته های از سلول ماهیچه‌ای بافت ماهیچه رو تشکیل میده، مجموعه یاخته های از سلول های پوششی بافت پوششی رو تشکیل میده. حالا بچه‌ها فرض کنید سلولای عصبی تک تک کنار هم دیگه قرار گرفتن بافت عصبی رو تشکیل دادن. این بافت عصبی در کنار بافت مثلا پیوندی، بافت ماهیچه‌ای و مانند اینا کنار هم قرار میگیرن و مغز رو تشکیل میدن. پس بچه‌ها اندام حاصل به هم پیوستن بافت هستش. وقتی چند تا اندام به هم دیگه وصل میشن میشه دستگاه. مثلا شما نگاه کنید رگ‌های خونی، قلب، خود خون، وقتی اینا کنار هم دیگه قرار میگیرن میشه چی؟ میشه دستگاه گردش خون. مغز و نخاع کنار هم دیگه قرار میگیرن میشه چی؟ دستگاه عصبی. کلیه ها، میزنای و مانند اینا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن میشه دستگاه دفع ادرار. و خیلی مثالای دیگه، مثلا پروتئین های دفاعی، گلبولای سفید و اینا کنار هم دیگه قرار میگیرن میشن دستگاه ایمنی. خب مجموعه از دستگاه وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن یه فرد رو تشکیل میدن. این یه چیز واضحیه. افراد وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن میشه جمعیت. چند تا جمعیت، مثلا جمعیت آدما و گربه های یه شهر، ماشاءالله الان تو خیلی محلات تعداد گربه ها از آدما بیشتره، میشن اجتماع. وقتی چند تا اجتماع کنار هم دیگه قرار میگیرن میشه بوم سازگان. مثلا من یه جا گربه و آدم و اینجور چیزا دارم، یه جا سگ و کوه و درخت دارم، این میشه بوم سازگان. وقتی بوم سازگان هم کنار هم دیگه قرار میگیرن میشه زیست بوم. پس چی؟ پس بزرگترین واحد سازمانیابی حیات، سطح سازمانیابی حیات میشه زیست بوم. خب اما بچه‌ها یه قسمتی که واقعا من میتونم ادعا بکنم نبض زیست شناسیتون هستش، بخش مولکولای زیستیه. خیلی با این قسمت در طول کتب زیست شناسی کار داریم. آقایون ما یه خلاصه اگه بخوام بهتون بگم، مولکول‌های زیستی، شاید پیش خودت بگه زحمت کشیدی، ما که خودمونم کتابمون نوشته. بله دمش هم گرم که نوشته، ولی من میخوام همین ابتدای کار یه معرفی خلاصه داشته باشم که بتونید با یه ذهنیت خوب کارو شروع کنید. آقا مولکول‌های زیستی، یه مولکول یا یک نوع مولکول لیپیدها هستش. یه بار کتابا میان میگن چربی‌ها، یه بار میگن لیپیدها. من می‌نویسم لیپیدها. مولکول دیگر کربوهیدرات‌ها یا هیدرات‌های کربن یا خدمت شما که عرض شود قندها. حالا شما مثلا به صورت عمومی قند میشناسینش، تو بهترم من بنویس، میشنوم صدا تو داری قور میزنی. مورد بعدی پروتئین ها که خیلی کار دارید باهاش توی زیست 12. و مورد بعدی اسیدهای هسته‌ای یا نوکلئیک اسید. یه دانشمندی به اسم فریدریک میشر تو قرنهای قبل اومد یه ماده یا از هسته سلول استخراج کرد که خاصیت اسیدی داشت، بهش گفتن نوکلئیک اسید. بچه‌ها لیپیدها چه عناصری توی خودشون دارن؟ هیدروژن،
اکسیژن و کربن. خب گاهن توی یه مدلشون ممکنه فسفر هم داشته باشن. چون فسفر تو همه مدلاشون نیستش، من فسفر رو با یه رنگ دیگه می‌نویسم که بدونید عضو مشترک نیست، فقط توی یه مدل لیپید هست. حالا جلوتر بهتون میگم. کربوهیدرات ها درست مثل لیپید کربن دارن، هیدروژن دارن و اکسیژن هم دارن. پروتئین ها کربن و اکسیژن و هیدروژن دارن، اما یک عنصر دیگر، اتم‌های یه عنصر دیگه هم بینشون دیده میشه و اون چه عنصری آقا ساغری؟ عنصر نیتروژن. تو آمینو اسیدها که واحد سازنده پروتئین هستن نیتروژن هم دیده میشه. خدمت شما عزیزای خودم بگم آقا توی نوکلئیک اسیدها هم هاش دیده میشود، اکسیژن دیده میشه، کربن دیده میشه، اما توی نوکلئیک اسید عزیزان خدمتتون که بگم نیتروژن هم دیده میشه. خب آقا ساغری فسفر دیده نمیشه. بذار بیای زیست 12 هم اونجا بهت میگم که فسفر دیده میشه یا نمیشه. فعلا شما این 4 تا عنصر رو داشته باش. خب بچه‌ها کربن، اکسیژن، هیدروژن تو همشون دیده میشن. توی یه نوع لیپید فسفر هم ممکنه دیده بشه. توی پروتئین و نوکلئیک اسید علاوه بر 3 تا عنصر مذکور نیتروژن هم دیده میشه. حالا با این توضیح بیایید بریم بچه‌ها ادامه متن کتاب با هم دیگه بخونیم. کربوهیدرات ها، لیپید ها، پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها 4 گروه اصلی مولکولای تشکیل دهنده یافتن و در جانداران ساخته میشوند. این مولکول ها را مولکولای زیستی مینامند. در ادامه اونا رو بررسی میکنیم. خودش اومده گفته کربوهیدرات ها 3 عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن دارن. حالا من خود کربوهیدرات ها رو میخوام بشکافم. خود کربوهیدرات ها رو میخوام موشکافی کنم. کربوهیدرات ها عناصر تشکیل دهنده شون رو گفتم و دیگه نمیخوام اضافه گویی کنیم که ویدیو بیش از اندازه طولانی بشه. اما کربوهیدرات ها از نظر ساده بودن یا پیچیده بودن خودشون دارای 3 نوعن: مونوساکارید، دیساکارید و پلیساکارید. آقا ساغری میشه یه مقدار بهتر توضیح بدی؟ آره حتما. ببین عزیز من، شما شاید با اعداد یونانی کم و بیش آشنا باشید. مونو یعنی همون عدد 1 یا تک. مونوساکارید یعنی ساختارهای تک قندی. دیساکارید عدد یا ساختارهای 2 قندی و پلیساکارید یادآور پلیمری از مونوساکارید است. پلیمری از تک قندی ها هستش. خب مونوساکارید ها خودشون دارای انواع مختلفی دارن. دارای انواع مختلفی هستن. مثلا انواع 5 کربونه و چون این سی که می‌نویسم کربونه یا 6 کربونه. آقا ساغری میشه برای هر کدوم مثالم بزنی؟ بله چرا نمیشه. آقا من اینو یه عدد 1 بهش اختصاص میدم، برای 5 کربونه، برای 6 کربونم یه 2 اختصاص میدم، اینجا می‌نویسم. آقا 5 کربونه مثل ریبوز و دیوکسی ریبوز. آقا ساغری ریبوز و دیوکسی ریبوز چه فرقی دارن؟ دیوکسی ریبوز یه اکسیژن کمتر از ریبوز داره. 6 کربنی مثل چی؟ خود کتاب درسی اومده گفته گلوکوز و فروکتوز مونوساکاریدهایی با 6 کربن هستن. دیساکارید، تا دلتون بخواد توی زیست شناسی با دیساکارید روبرو میشید. دیساکارید حاصل به هم پیوستن 2 تا مونوساکارید هستش. اینا خودش هم گفته از ترکیب 2 مونوساکارید تشکیل میشه. شکر و قندی که میخوریم حاصل چیه؟ حاصل در واقع نوعی دیساکارید به نام ساکاروزه. بچه ها ساکاروز رو اجازه بدید من با آبی کمرنگ براتون بنویسم. گوشه تصویر بریم که تمرکزتون هم قبلی ها به هم نخوره. ساکاروز آقایون عزیز، دختر خانومای بزرگوار،
حاصل پیوند گلوکوز به علاوه فروکتوز. گلوکوز و فروکتوز چند کربونه بودن بچه ها؟ 6 کربونه. پس اگر من بگم ساکاروز 12 کربونه است، دروغ گفتم؟ نه، من دروغ دارم به شما بگم. مورد دیگه مالتوز هستش. مالتوز حاصل 2 تا چیه بچه ها؟ اگر گفتین 2 تا گلوکوز. گلوکوز ترکیب یونی یا مولکولی؟ تو علوم نهم خوندید که، منم که بهتون گفتم تو همون ویدیوی علوم نهم. پلیساکارید از ترکیب چندین مونوساکارید ساخته میشه. نشاسته، سلولوز، گلیکوژن پلیساکاریدن. بچه‌ها نشاسته حالت ذخیره‌ای قند تو گیاه، گلیکوژن حالت ذخیره‌ای قند توی جانوران هستش. یه معادل سازی داریم. سلولوز از پلیساکاریدهای مهم در طبیعت. سلولوز ساخته شده در گیاهان در کاغذ سازی و تولید انواعی از پارچه ها به کار می رود. مثلا ممکنه به جای سلولوز بگه نوعی پلیساکارید که در کاغذ سازی کاربرد دارد. شما باید بدونید منظورش چیه. من تمام تلاشمو میکنم که این قسمت رو جوری براتون بگم که واقعا پایتون بسته بشه، یعنی در واقع اون پایه زیست شناسیتون یه مقدار تقویت بشه. اما میرسیم به در واقع مولکول زیستی دیگه‌ای که باید باهاش روبرو بشید. من یه مقدار اینور اسکرین رو تغییر میدم. بچه‌ها، آقایون عزیز، لیپید من بهتون گفتم از کدوم عناصر تشکیل شده. حالا وقت اون رسیده که بیام انواعش رو بگم. انواع لیپیدا کدومان؟ تری گلیسیرید یه نوع خیلی شناخته شده است. تری گلیسیرید آقا ساغری، اون تری که توش به کار بردین نشون دهنده ستایی بودن یه چیزه؟ بله آقا، درست تشخیص دادی. خب 1 مولکول گلیسرول و 3 مولکول اسید چرب. اسیدهای چرب پلیمرهای بسیار طویلی از کربن و هیدروژنن که حالا جلوتر تو سالهای دیگه در موردشون خوندید. مثال از تریگلیسیرید اگه بخوام براتون بزنم، مثلا روغن و چربی ها. بعد کتاب درسیتون اومده میگه انرژی تولید شده از 1 گرم تریگلیسیرید حدود 2 برابر انرژی تولید شده از 1 گرم کربوهیدراته. آقا ما یه لیپید دیگه ای داریم که خیلی به همین تریگلیسیرید شباهت داره. ببینید بچه ها، من یه توضیحی در مورد ساختار تریگلیسیرید قبل از پایان این قسمت بگم. این قسمت آبی رنگی که نشون دادم میشه سر آب دوست، یعنی از آب فراری نیست، و قسمت پایین این دومایی که میبینید میشه دومای آبگریز، یعنی با آب ترکیب نمیشه، با آب میونه خوبی نداره. دیدید بعضی وقتا شما چربی ها رو که اضافه میکنید با آب چه شکلی میشه؟ به خاطر وجود این دوما هستش. خب تریگلیسیرید بعدی که لیپید بعدی که باید باهاش آشنا بشید فسفولیپیده. فسفولیپیدها اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده، یا اگر نگیم اصلی ترین، بیشترین اجزای شرکت کننده در ساختار غشای سلولن. فسفولیپید یه شباهت هایی داره با تریگلیسیرید. گلیسرول داره یه دونه، تو تصویرم میبینید، تصویر پایینیه. اما به جای 3 تا اسید چرب 2 مولکول اسید چرب داره و چی؟ و 1 مولکول فسفات. اون عنصر فسفر بود که بهتون یه خورده قبل تر گفتم، به خاطر اینه که توی فسفولیپید دیده میشه. فسفولیپید اون فسفات رو داره. اگر شما به شکل قشای سلول جلوتر نگاه کنید میبینید که فسفولیپیدها خیلی حضور دارن و همونطور که میبینید فسفولیپید هم 1 گلیسرول به علاوه فسفات داره و 2 تا اسید چرب. ملاک تمایز تریگلیسیرید
و فسفولیپید یکی تعداد اسیدهای چربه، یکی این که توی اون سر آب دوست علاوه بر گلیسرول فسفات هم توی فسفولیپید دیده میشه. کلسترول لیپید دیگریه که در ساخت قشای یافته‌های جانوری و نیز هورمونا شرکت میکنه. اگه 11می هستی یا 12می این قسمت رو ببین، اگه 10می هستی فعلا برای دانش خودت ببین. بچه‌ها من یه رمز دارم که از یکی از کتابای تستی کنکور خوب یادش گرفتم. پاکتا چیه؟ حرف اول هورمونایی که استروئیدی یا در واقع کلسترولی هستن. پاکتا، پی پروژسترون، الف استروژن، کاف کورتیزول، ت تستوسترون و الف آلدوسترون. اینو در نظر داشته باشید. پروتئین ها قبلا هم گفتم که کربن و اکسیژن و هیدروژن دارن، نیتروژن هم دارن. بچه ها وقتی که واحدهایی به نام آمینو اسید یا اسیدهای آمینو ای که می‌نویسم آمینو اسیده به هم دیگه وصل میشن، ساختاری تحت عنوان پروتئین ها شکل میگیره. پروتئین ها رو میتونیم یکی از واقعا مهمترین اجزای بدن بدونیم. پروتئین اگر بخوام به مهمترین وظایفش تو بدن اشاره کنم، آنزیما خیلی هاشون پروتئینین. ماهیچه ها تو ساختارشون نوعی پروتئین به نام اکتین و میوزین کاربرد رفته. هورمونا بخش زیادیشون آمینو اسیدی هستن یا واحد تشکیل دهنده پروتئین اونا رو ساخته. خدمت شما که عرض شود قشای سلول انواعی از پروتئین داره. بعد خدمت شما که عرض شود هموگلوبین خون که تو نهم هم یادتون هستش چیکار میکرد؟ پروتئین انتقال دهنده گاز تنفسی بود. یادت که نرفته اینا رو ایشالله. خب اینم از این. نوکلئیک اسیدها یا اسیدهای هسته‌ای. نوکلئیک اسیدها علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن نیتروژن و فسفر هم دارن. خب چرا من الان گذاشتم بهتون بگم؟ ببینید بچه ها، ما یک مولکول دی ان ای مون یا دیوکسی ریبونوکلئیک اسیدمون به این صورته، به صورت آزاد. ما یه قند 5 کربونه داریم که با عبارت 5 سی نشون میدم براتون. یه باز داریم که نیتروژن داخلش دیده میشه و 3 تا مولکول فسفات که اتم فسفر داخلشون وجود داره. 2 نوع اسید نوکلئیک داریم، یکی دیوکسی ریبونوکلئیک اسید، دیوکسی ریبو نوکلئیک اسید. آقا صابری من اینو نمیشناسم، به قرآن که بهتر از من میشناسیش. آقا صابری جدی میگی؟ بله، دیوکسی ریبونوکلئیک اسید یا دی ان ای. خودت به من بگو اگر این دیوکسیه، خب حالا من یه خط روش بکشم چی میشه؟ ریبونوکلئیک اسید آر ان ای. حالا دیدی بلد بودی؟ دیدی داری سخت میگیری به خودت؟ خب ما رسیدیم به گفتار 3. برو یه تنفسی بکن، این قسمتی که گفتم و خوب یاد بگیر، خوب درکش بکن. به زودی گفتار 3 این فصل رو هم برات ضبط میکنم. خیلی خوشحالم که بعد مدت در خدمتتون بودم. بازم ازتون خواهش میکنم که چنل یوتیوب بیو ساغری رو هم دنبال کنید. همین چیزا به ما انگیزه میده که محتواهایی تولید کنیم که تا حدود زیادی شما رو از کلاس‌های تقویتی برای کنکور بی‌نیاز کنه. دوستتون دارم. ایام